آخوند و تعبیر مغرضانه از آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خداوند می‌فرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین. مرحله دیگر پرونده شما وجود امامه، یعنی روز قیامت هر کسی رو با حضرت رضا روبرو میکنن، میگن یه مرحله پروندت این امام مبینه. در صفحه وجود او تمام پرونده تو ثبت، نگاه کن. حالا کی میتونه در محشر به حضرت رضا بگه اون چه از من در وجود شما منعکسه مال من نیست؟ دروغه. بینندگان عزیز، نمیدانیم این آخوند واقعا نادان است یا خود را به نادانی زده است. آخر یکی نیست به او بگوید هر گردی گردو نیست. مگر می شود هر جا در قرآن لفظ امام ذکر شد، صرف نظر از معنی و اعراب و محل ذکر شده، منظور امام به معنی چیزی است که شیعه اعتقاد دارد، یا هر جا علا ذکر شد بگوییم منظور علی رضی الله عنه است؟ باز آن خاخام‌های یهودی و راهبانی که قرآن میگوید کتاب‌های آسمانی را تحریف می‌کردند، حداقل کمی با ذکاوت و هوشمندانه تحریف می‌کردند. اما این آخوند ناشی بی سواد ملت را بلا نسبت احمق فرض کرده که هر مزخرفی را به خورد آنها می‌دهد. الله متعال در سوره یاسین می‌فرماید إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. به یقین ما مردگان را زنده می کنیم و اعمالی را که پیش فرستادند و نیز آثار نیک و بد آنان را می نویسیم و هر چیزی را در کتاب روشنی لوح محفوظ برشمرده ایم. اما در تفسیر این آیه مفسرین اهل سنت و مفسرین شیعه نظر بر این دارند که منظور از امام مبین ام الکتاب و لوح محفوظ است. در تفسیر قمی که معتبرترین تفسیر شیعه به شمار می رود چنین آمده است: و قال علی بن ابراهیم فی قوله و کل شیء احصیناه فی امام مبین ای فی کتاب مبین. علی ابن ابراهیم قمی در مورد فرموده الله متعال و کل شیء احصیناه فی امام مبین میگوید منظور کتاب مبین و واضح است. و اما در یکی دیگر از تفاسیر شیعه تبیین القرآن جلد 3 صفحه 52 چنین آمده است: و ادرجناه فی امام اللوح المحفوظ مبین. واضح، منظور از امام لوح محفوظ است. حال به نظر شما آیه‌ای که به این وضوح بیان شده است را چنین با جهالت یا مغرضانه تعبیر کردن درست است؟ و آیا این انسان مشمول کسانی که این آیه قرآن در مورد آنها نازل شده است نمی شود؟ الله متعال می فرماید يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. به تحریف کلمات از جایگاهش میپردازند و میگویند اگر همین حکم به شما داده شد بپذیرید
وگرنه از آن دوری نمایید. و در برابر الله برای کسی که الله گمراهیش را خواسته نمیتوانی کاری انجام دهی. اینها کسانی هستند که الله اراده پاک کردن دلهایشان را نکرده است. بهره آنان در دنیا رسوایی است و در آخرت عذاب بزرگی دارند. در آخر به آخوندان مغرض میگوییم که از الله متعال بترسید و به خاطر خواهشات نفسانی خودتان ملتی را که به شما اعتماد کرده و فکرشان را به شما سپرده اند چنین فریب ندهید. البته امیدواریم که بینندگان عزیز شیعه صرف نظر از اختلافات و بدون نفرت کمی بیندیشند و راهشان را از راه آخوندان گمراه جدا کنند.